سلام، خوب و خوش و سلامتی؟ موشکاف بازم خدمت رسید تا خبرای داغ و ببره زیر ذره بین. میدونی چیه رفقا؟ ظاهرا این روزا تمام مطبخ‌های نظام قاطی پلو درست میکنن. چون از ولی فقیه مفنگی گرفته تا همه سگ و سیله های نظامش کارشون شده قات زدن و گیج خوردن و کوبیدن یه خط در میون به میخ مذاکره و نعل هارت و پورت. خرچنگ ولایت رو ملاحظه کنید. تحریم‌های جدید امریکا رو شنیدید کاملا امریکایی ها در این عرصه عهد شکنی کردند. قرار نبود دیگر بر تحریم ها افزوده بشه. این معناش اینه امریکا کاملا غیر قابل اعتماده. هیچ نمی شود به امریکا اعتماد کرد. به آمریکا نمیشه اعتماد کرد؟ خب اگه نمیشه نکنید، کاری نداره که یه پس کردنی بزن به شیخ فری، به عظمان بگو سر خر رو کج کنه و از پشت میز مذاکره یه راست بره عراق واسه غنیسازی. ها نظرت چیه؟ دیروز هم در دیداری که خبرگان رهبری با ایشون داشتن تصریح فرمودن حمایت از قوای سگانه لازم هست. آها، قاطی پولایی که گفتم اینجا میزنه بالا. گنده بک پشمالوی نظام خودشم نمیدونه چه غلطی باید بکنه. تو قیقاج رفتن به ولی فقیهش اقتدا کرده و مثل اون گیج میزنه. بابا این دولت شیخ فری اصلا تشکیل شده واسه چشمک و چراغ با آمریکا. بعد تو چجوری میخوای هم به امریکا اعتماد نکنی هم از شیخ فری حمایت کنی؟ تازه مطلب بعدی فتنه است. و یه مطلب دیگری هم فرمودند که مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و خطوط قرمز است که آقایان وزرا همان گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گیری با آن تأکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند. با این مسئله دیگه حجت کاملا تمام هست. میخوام راز تأکید آقا رو بگم. راز تأکیدش اینه مسئله فتنه یه دعوای شخصی نبود. مسئله فتنه چالش با اصل نظام اسلامی بود. عجب راز تأکیدی از آقا جونت افشا کردی. اگه اینو نمیگفتی همه فکر میکردن قیام 88 از دعوای مجتبی و پدر خانومش حداد قاتل شروع شده. 5 سال طلسم عظمات شکسته، بعد تازه میگی فتنه چالش با اصل نظام بوده. ساعت خواب، حالا خط چیه؟ خط همین است که پست های کلیدی نظام در هیچ کجا نباید جای فتنه و فتنه‌گران باشه. این خطو باید قبل از اینکه عظما لب‌تر کنه و دومی به خمره زهر بزنه در پیش میگرفتی. آخه بدبخت، زهر که پست کلیدی و غیر کلیدی نمیشناسه. زهر بعد جوری فتنه پروره، تازه هنوز اولشه. جام زهر فرهنگی رو بزنی چی میگی؟ به عنوان عضو مجلس خبرگان میخوام یک مطلب در رابطه با این اجلاس براتون بگم که این اجلاس 16 خبرگان آکنده بود از دغدغه‌های فرهنگی. دغدغه فرهنگی آقایون خبرگان داشتند و نگران بودند. بعد از دلواپسی جک و جونو برای سپاهی و بسیجی، حالا نوبت دلواپسی دایناسورای عمامه‌دار خبرگانه. خب حالا بگو ببینم تو اجلاس خبرگانتون واسه رفع این دغدغه فرهنگی به چه نتیجه رسیدی؟ درخواستی، انتظاری، تقاضایی از دولت اعتدال نداری؟ تقاضای ما این است که فضای پاک اینترنتی رو
در اختیار مردم عزیز و جوانان ما بگذارید. منتها ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید خارهاشو بزدایید و الا دست مردم رو زخمی میکنه. تو نمیخواد نگران دست مردم باشی، تو نگران جسم ناقص ولایت باش که خار اینترنت و مشت جوونا آش و لاششون کرده. تازه اینا همه پیش پرداخته، وقتش که برسه اصل قضیه به صورت نقد پرداخت میشه. اون وقت تو میمونی و علی گدا و عمامه پریشون و یه نظام درب داغور. موشکار